یکی از مناطق هند که در آن برف زیاد میبارد لداخ همسایه رشته کوههای هیمالیاست. 6 ماه از سال راههای مواصلاتی خطرناک آن مسدود میشود و اهالی در محاصره برف خانه‌نشین میشوند. مردم این منطقه هر آنچه که در پاییز و زمستان میخورند خشکبار و مواد غذایی هستند که در تابستان در انبارهای خانه‌هایشان ذخیره میکنند. یکی از مواد غذایی و خشکبارهای معروف این منطقه در ایام سرد سال که در هر خانه یافت میشود خوبانی است. خوبانی منبع درآمد مردم این منطقه است. این محصول هم به صورت تازه و هم خشک. خوبانی خشک رو در 6 ماه دوم سال و تازه‌اش را در تابستان می‌خورند. خوبانی همان زردآلو است. مردان مناطق مختلف لداخ وقتی تابستان خوبانی را از درخت می‌چینند، آنها را خشک می‌کنند، هم برای صادرات و فروش و هم برای خوردن در روز مبادا و سرد. ما خوبانی را به کشورهای مختلف از جمله امارات و سنگاپور صادر می‌کنیم. این محصول چون در نقاط مرتفع زمین کشت می‌شود، کیفیت خوبی دارد. زنان با خوبانی غذا می‌پزند و ترشی و مربا از آن درست می‌کنند. طبیعت کوهستانی منطقه پیش از آن که با برف سنگین و سرمای سخت ساکنان را خانه نشین کند، نیاز اهالیش را تأمین می‌کند. خوبانی یکی از خوبان طبیعت اینجاست. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی.